این نوبت هم با افتخار محضر استاد عزیزم مجاهد تراشیون نازنین هستیم. آقا سلام، خیر مقدم، خوشحالیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، سایر همکاران بزرگوارتون. انشاءالله امروز هم بتونیم مطالب قابل استفاده ای رو برای بینندگان خوبمون مطرح کنیم. زنده باشین. انشاءالله با حضور شما حتما اتفاق خواهد افتاد. خب عرضم به حضور شما که ما هفته گذشته که شب ولادت حضرت ابوالفضل عباس بود، نکات آجا رو شنیدیم، خلاصه برنامه رو دیدین، استفاده کردیم. 2 هفته قبلش هم پاسخ به سوالات بود. عمدتاً هفته های قبل ترش اگه خاطر شریفتون باشه فرمودن که برای تربیت درست و حسابی آقا ما اول باید ارتباطی بتونیم برقرار بکنیم با عزیزانمون، چون اگه ارتباط صحیح برقرار نشه اصلا توقع یک تربیت درست حسابی یک توقع کاملا بیجاییه. به خاطر همین اول موانع ارتباط صحیح رو برشمردن و توضیحاتی رو دادن. بعد از اون راه‌های ایجاد ارتباط صحیح رو فرمودن. حالا قاعدتاً باید محضرشون باشیم و یاد بگیریم که موانع تربیت چی هست تا بعد از اون هم برسیم به راه‌های تربیت صحیح. درسته؟ انشالله. بسم الله. بله، همونجوری که اشاره فرمودین گاهی اوقات ما ارتباط خوبی هم میتونیم با بچه‌هام بگیریم، ولی انگار دوباره یه سطح‌هایی میاد مقابل ما و فرزندمون قرار میگیره که اثرگذاری ما رو روی فرزندانمون داره کمرنگ میکنه. ما میخوایم انشاءالله یه تعداد از این موانع تربیت فرزندان رو برای بینندگان خوبمون بیان بکنیم. زنده باشید. من فقط یه چیزی هم بگم، شاید بعضی از عزیزان نشسته بودن که الان من سوالشون رو بپرسم، این نوید رو بدم که ما توی بخش دوم برنامه بعضی که میان برنامه دیدیم برگشتیم سوالات رو میپرسیم طبق اون قراری که با هم گذاشتیم که دیگه این بعد این قرار تو همه برنامه انشالله جاری و ساری خواهد. ببخشید. ببینید یکی از موانع تربیت امروز رسانه ها هستن. بله. چون قدرتمندانه ظاهر شدن، دارن نقش والدین، نقش معلمین، نقش مربیان رو کمرنگ میکنن. ما حالا یه تعبیری رو میخوام، یه اصطلاحی رو به کار ببرم. دیگه قدیما میگفتم بچه ها سر سفره پدر مادر باید بزرگ بشن. بله بله. ما میخوایم امروز همین رو بگیم. اگر میخوایم بچه هامون رو تربیت کنیم سر سفره خودمون بزرگشون کنیم. مراقب باشیم بچه ها سر سفره رسانه بزرگ نشن. یعنی این نشه که ما پدر و مادرها همه هم و غممون رو بیاریم توی میدان، ولی یک مانع به نام رسانه ها بیاد بین ما و فرزندمون قرار بگیره. به جای اینکه ما تاثیرگذاران تربیتی روی فرزندانمون باشیم، ببینیم که مثلا چهره و شخصیت‌های رسانه‌ای دارن روی بچه‌های ما اثرگذاری میکنن و امروز هم داره این اتفاق میفته. مثلا یه موقع شما یه دختر خانمی رو تو خیابون میبینید، مثلا میبینید تیپ تنیجری زده، مثلا میبینید لباس کوتاهی پوشیده و شلوار و یه کلاه و موهاش هم زیر کلاه انداخت. بچه‌ها میبینید مادرش خیلی مادر با حیا با حجاب. خب چی شد؟ که مثلا دختر اینجوری شد، مادر اونه. اینجا ما میخوایم بگیم این بچه سر سفره پدر مادرش بزرگ نشده، سر سفره رسانه بزرگ شده. یعنی نشسته هی اثرگذاری، چون میدونید مهمترین کانال دریافت انسان ها چشمشونه. یعنی مهمترین اثرگذاری رو این دیدگان انسان بر رفتارش کردارش میذاره، چیزی که میبینه. بچه ها بر اساس آنچه میشنون تربیت نمیشون، بر اساس آنچه میبینن دارن تربیت میشن. خب این داره چی میبینه؟ آیا ما اینو بهش توجه داریم؟ بعد این میشه یک مانع. پدر و مادر دوست دارن بچه هاشون خوب بشن، هم بهشون میگن، صحبت هم میکنن، نصیحت هم میکنن، توصیه میکنن، ولی بچه داره تا نصف شب اسپرسو هم خورده تو اتاقش، موبایل به دست، داره چه فیلمی رو میبینه، چه سریالی ها رو داره دنبال میکنه. اون داره اونجا اثر پذیریش رو، یعنی الان داره در رخت خوابش با موبایلی که دستش و فیلم و سریالی که داره میبینه داره رفتار و شکل میگیره، شخصیت و شاکلش شکل میگیره، در حالی که مثلا میبینی پدر و مادر رو واقعا انقدر نمیبینه، انقدر با اونا ارتباط نداره.
ولی ببینید این میشه الان مانع. ما باید این مانع رو برش داریم، خودمون بیشتر با بچه‌هامون ارتباط بگیریم. من یه سوالی رو میخوام بپرسم، اصلا بینندگان میخوایم به خودشون جواب بدن، نمیخوایم به ما جواب بدن. مثلا یه پدری تو خونه یه دختر یا پسر نوجوانی داره، به ما میگه آخرین باری که یک ربع چهره به چهره نشسته با فرزندش گفتگو و صحبت کرده کی بوده؟ میبینم. بعد الان از همین بچه بپرسیم که فیلم و سریال آخرین باری که دیدی، که میگه نیم ساعت پیش 1.5 ساعت داشتم فیلم میدیدم. خب اون وقت کی میخواد اثر بذاره؟ من پدر میخوام اثر بگذارم؟ خب رسانه اثر میگذاره. بعد ببینیم ما اینم باید باور داشته باشیم، زمانم تغییر کرده. یعنی چی؟ میخوام به این نکته توجه بدم. ببینید قدیم رسانه ها قدرتمند و جذاب نبودن. شاید تعجب بکنید تلویزیون از زمانی که ابداع شد و اختراع شد تا زمانی که تو تک تک خونه اومد حدود 40 سال طول کشید. یعنی فرایند لاک پشتی رو طی کرد تا اومد تو همه خونه ها قرار گرفته. ولی شما امروز دائم میبینید هر روز یه شبکه اجتماعی، یه شبکه مجازی، یه کانال، یه نمیدونم گروه، همه اینا خودش رسانه است. میبینید یه مرتبه یه هفته از یه کانالی نگذشته مثلا تعداد دنبال کننداش مثلا رسیده به 10,000 نفر. بچه ما عضو همینجا. حالا اونجا داره چی میبینه این رسانه‌ای که در اختیارشه؟ اینجاست که معلومه ما باید قدرتمندیمون رو بیشتر بکنیم. ببینید من در برنامه قبلی اشاره به این نکته کردم، گفتم ماها برای بچه‌هامون دلخوشی نیستیم، جذاب نیستیم. اتفاقا جناب آقای قوامی یه اشتباهی که ما والدین میکنیم، گاهی اوقات با فرزندانم به گونه رفتار میکنیم مثلا اونا رو هولش رو میدیم تو دل رسانه ها. این بچه خوشترین لحظهش اون موقعی که موبایل دست گرفته یا پای تلویزیون نشسته، کنار من مادر خوش نیست. چرا؟ چون مادر تا نگاش میکنه آخرین بار حمام کی رفتی؟ این چقدر وقت همون شبیه هپلیا شدیم مثلا، شروع میکنیم نقد کردن بهش. ولی که آیا کنار رسانه اینجوریه؟ اونجا داره لذت میبره، داره کیف میکنه. آیا بچه ما کنار ما داره لذت میبره؟ خب این ولی قدیمتر وقتی ما میگیم این لذت ها بود واقعا. پدر مادرها کنار بچه ها نمیگم امر و نهیشون نمیکردن. یه چیزی بگم آقا، ببینید نمیخوام بگم بچه از در کنار پدر و مادر قرار گرفتن لذت نمیبره، اما قدیم چون این فضا نبود، فضای مجازی، این لذت در کنار پدر و مادر قرار گرفتن لذتی بود، بله نمودی داشت، یه چیز عجیب غریبی. خب اما الان چون فضای مجازی هست خیلی هم جذابه. از دید ما مانعه، از دید بچه بهشته. اینی که به قول شما اسپرسو میخوره چشش زوری نگه میداره، به قول بابای من مثلا یک چوب کبریت بذاری که بشینه، حالا یا مسحور اون بازی شده یا هر چی که هست به قول شما هست. آیا نشستن در کنار من پدر و مادر همینقدر بر اون جذاب هست؟ اینی که من میخوام اینجا، شما گفتین اینجا باید پدر و مادر ورود کنن این مانع رو بردارن، من میخوام این مانع رو مثلا گوشی ازش بگیرم یا چه میدونم محدود کنم، هر کاری بکنم، جایگزینش چه چیز جذابی دارم که جذابیتش معادل اون، حداقل معادل نباشه، حالا خیلی فاصله نداشته باشه. میدونید چی میگم؟ اینجاست که کارو سخت میکنه. ببین امروز رسانه تمام قدرتش رو گذاشته رو این جذاب سازی بکنه. مثلا شما مثال میگم، قدیم فرد میرفت سوره حضرت یوسف رو میخوند، نهاش مثلا میفهمید زلیخا یه زیبایی داشته. ولی ما امروز اومدیم اینا چیکار میکنیم؟ تصویر سازی میکنیم. مثلا سریال حضرت یوسف رو میسازیم، زلیخا رو میاریم تا جایی که شما میبینید گاهی مثلا آقا اومده توی جلسه مشاوره میگه خانم من به من بدبینه. میگم خب چرا؟ ما مثلا نشستیم داریم سریال حضرت یوسف میبینیم، تو زلیخا میاد خانم من میگه دیگه به اون نگاه نکن، به من نگاه کن. یعنی الان پای این رسانه چه احساس ناامنی میکنه. این زنی که بزرگ ازدواج کرده، همسر داره، خانم‌ها توی این مسئله کلا از اون ورش هم هستا، یعنی آقایون هم هستن که تو هم به یوسف نگاه نکن، به من نگاه کن. یعنی میخوام موضوع چالش برانگیزی. چرا؟ چون رسانه میخواد جذابیت ایجاد بکنه که مخاطب جذب کنه. حالا این رسانه اینجاست دیگه، تو رسانه اونور ببین تو خود حدیث مفصل بخونه. چه اتفاقی هم میفته؟ اونی هم که تو کادر دوربینه الان زیباه. شما اگه پشت دوربین رو به مخاطب نشون بدین میبینید چه خبر اونور،
چه ریخت و پاشیه فلانه به همان. یعنی ما همه تلاشمون این زیبایی رو بیاریم جلو دوربین. بعد حالا شما ببینید آیا تو خانواده ها میتونن دیگه با این رسانه رقابت کنن؟ سخت داره میشه. حالا اون نکته که من میخواستم بگم، که میگم باید جامعه به بلوغی برسه، یعنی ما باید رسانه ها به این بلوغ برسن که به جای اینکه جلوه های زیبا رو سراغش برن، فهم و درک مخاطب رو بهش توجه کنن، بهش توجه بکنن. من به جای اینکه مثلا میام فلان سریال تاریخی رو کسی نگاه نمیکنه، مثلا علت این که از این جذابیت استفاده می‌کنم، میگم ما از این جذابیت استفاده می‌کنیم که بتونیم محتوا رو مثلا سازنده همون سریالی که شما میگید قطعاً قصدش این بوده که اون مفهوم رو بخواد انتقال بده، ولی خب ناچار. بدونید من حالا اینو بگم، یه جایی ممکنه باور عمومی نباشه ها. شما الان مثلا تو جامعه ببینید، گاهی اوقات میبینید مثلا میگم یه سریالی هم ساخته میشه، یه فیلمی هم ساخته میشه، خدمت شما عرض بکنم که شاید خیلی هم جذابیت بصریش اونجوری که انتظار میره نیست، ولی مخاطب خودش داره. راست میگی. شما مثلا میخوام بگم شما مثلا برنامه محفل ساخته میشه در ماه مبارک رمضان با این مخاطب گسترده. خب شاید مثلا شما نگاه کنید مثلا کارشناسا قشنگن چیان فلان، یه پرداخت درست شده بهش، برنامه محتوای متناسب با نیاز مخاطب رو داره. من میگم اتفاقا یک ضعفه که ما برای جبران محتوای ضعیف یعنی از جلوه ها، حالا من تلویزیون لزوما نمیخوام بگم، الان سینما، خود سینماگرا صداشون در اومده که امروز سینماگرها دنبال گیشای پرفروش خیلی مواقع دنبال چی میگردن؟ چهره ها رو میگردن، بیارن قراره این چهره جذب مشتری بکنه، نه محتواه. چون من محتوای قوی ندارم، میخوام با چهره این رو جبرانش کنم. بعد نمیدونم چه به روز نظام خانواده داره میاره. بعد این بچه‌ای که باید پدرش براش جلوه‌گری داشته باشه، مادرش براش جلوه داشته باشه، نه میگه اینا براش اون جذابیت رو نداره. حالا البته این بحث میتونه ادامه دار باشه، من جنبه‌های دیگه‌اش رو هم باید برای مخاطب بپردازم ان شاءالله. بذاریم ادامه داشته باشه. چون نکات اصلا تلنگر داشت، حرفاتون دو سه تا تلنگر جدی داشت. بذاریم مکس کنیم، عجله نکنیم. به نظرم بذاریم هفته بعد بیشتر راجع به صحبت بکنیم، راجع به همین اولین مانع که بچه‌ها به جای اینکه سر سفره پدربزرگ سر سفره رسانه دارن بزرگ. عبارت جالبی بود. رسانه عمدتاً هم الان دیگه این گوشی‌های تلفن همراه دیگه. خیلی ممنون. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم باز یک تا سوال از مردم مطرح بکنیم. بفرمایید. من میخواستم بگم یکی از مواردی که تربیت اسلامی و دینی ما والدین و کمرنگ و یا حتی خنثی میکنه مدارسن، با عرض پوزش از معلمان زحمتکش و دلسوز. گاهی برخی معلمان و اولیاء مدارس با رفتارهای ناشایست اثرات تربیت ما رو از بین میبرن. این فرمایش یکی از بیننده های ماست که در قالب پیامک ارسال کردن. شما نظرتون بفرمایید. ببینید ما میتونیم این رو رد بکنیم، نمیتونیم تایید بکنیم. بالاخره اینا بیشتر سلیقگی و با زاویه نگاه فرده. ولی بنده اینجا میخوام یه چیزی رو عرض بکنم و اون اینه که ببین خانواده و مدرسه باید یه پیوند بسیار تنگاتنگی داشته باشن. اشکالی نداره من الان نقد دارم به رفتار یکی از مربیان، معلمین، دبیران، برم بگم نقدم رو مطرح بکنم، بگم مثلا شما فلانجا رفتاری رو انجام دادید که این رفتار مثلا روی تربیت فرزند من اثر نامطلوبی داشته. بشین به گفتگو. اصلا گفتگو یعنی برای همین اصلا فلسفه تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدارس همین که این پیونده تنگاتنگ بشه و خوبم هست. تجربه کشورهای موفق هم نشون میده جاهایی که اولیا مشارکت بیشتری رو در ساختارهای مدرسه داشتن، مدارس و نظامات آموزشی رشد بیشتری کرده تا واگذار بشه به خود سیستم. نه بعد نظارتی، بعد بالاخره تعاملی، یه جای همیاری، کمککاری. این نکته اول. اما یه نکته دوم رو هم عرض بکنم. ببینید یه جایی باید به اینم توجه بکنیم. حالا من چون خیلی سال از عمرم رو معلمی کردم، یعنی با دانش آموزان بودم، کلاس رفتم اومدم،
اینم باید بهش توجه بکنیم. کار تربیتی هم داریم میکنیم و بالاخره مشاوره و اینا. اون نکته ای که از چیه؟ یه موقعی تربیت فردی با تربیت جمعی متفاوته. یعنی شاید همین مادری که داره الان انتقاد میکنه یه کلاس 20 نفره رو بگیم، آره مثلا بدتر از اون معلم هم عمل میکنه. اینم باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی شرایط، ما باید سطح انتظارمون از محیط متناسب با خودش باشه. مثلا شما الان میبینید توی یه کلاس میبینی 24-5 تا دانش آموز، مثلا دانش آموز توی این کلاس بیش فعال هست. یه جایی مثلا می‌بینیم مرزی مثلا مشکوک به اوتیسم هم هست تو این کلاس، نمیدونم لحاظ هوشی مثلا دایره و اون سطح هوشیش پایین هم هست، یکی درونگراست یکی برونگراست. آره بچهای متفاوت. خب این واقعا معلم باید خیلی هنرمند باشه که همین کلاس رو بتونه مدیریت کنه، فقط محتوای علمی رو هم به بچه انتقال بده با این کمترین حقوقی هم که میگیره الهی بگردن برای معلمامون. لذا حالا عرض بنده اینه که این شرایط رو هم باید بدیم. مثلا من همین اخیراً بود با یه جمعی از اولیا صحبتی داشتم، بهشون همینا میگفتم شرایط تربیت جمعی با فردی فرق میکنه. یه مثال ساده بزنم که مثلا ما آشنا، مثلا خدایی نکرده یه کسی تو خونه خودش خلاف بکنه، مشروب بخوره، هیچ کم متوجه نمیشه. آیا مثلا ما میتونیم بریم مخفیانه مثلا فیلم بگیریم و فلان؟ میگن نه تو مجرم، تو حق نداری به حریمه این وارد بشی. ولی حالا همین رفتار یه فرد تو جامعه انجام میده، تو خیابون، اینو باید بگیریش حداً برش جاری بکنی. چرا؟ چون داری به اجتماع آسیب میزنی، تو داری الگوی غلط میشی. یه موقع من بچم تو خونه یه رفتار اشتباهی رو انجام میده، من بچم مثلا مادر این کارو نکن، یه موقع همون رفتار رو میره تو کلاس انجام میده. الان اگر معلم بهش مثلا تلنگری نزنه، یه نکته‌ای رو بهش نگه، چه اتفاقی میفته؟ بچهای دیگه الگو میگیرن، میگن دیدن آقا فلان دانشون اشتباه کرد، چیزی بهش نگفت. بهش هم بگیم مادر فردا را میفته شخصیت بچه‌مون جلو بقیه بچه‌ها خورد کرد، چرا همه بهش تذکر دادیم؟ خب ما باید این تمایز رو بهش توجه بکنیم که تربیت فردی با تربیت اجتماعی و گروهی هم متفاوته. یعنی شاید از نگاه معلم دقیقاً کار تربیتی بوده موقعی انجام داده، مثلا این دانش آموزی رو مثلا که خطا و اشتباهی رو در جمع انجام داده بهش تذکر داده. بله بچه ها اومده تو خونه، مامان معلم جلو همه منو کوچیک کرد. خب حرف بچه درسته؟ حرف مادر درسته یا کار معلم؟ یه موقع من میگم اگر تربیت رو همه ابعادش رو بشناسیم، یه موقع میگیم معلم حق داشت. اینجا این تذکر مثلا به این دانش آموز رو در جمع داد که یک کار پیشگیرانه هم بکنه، اپیدمی و فراگیرم تو فضای کلاس نشه. خیلی ممنونم آقای تشفی. گفتن که در جلسه قرآنی خانم واعظی فرمودن هر روز نیم ساعت برای نوزادان قرآن پخش کنید تا گوش نوزادتون با قرآن آشنا بشه. آیا واقعا این روش اثری در تربیت اون فرزند داره؟ ببینید این که در گوش، حالا مثلا با بالشتک قرآنی زیر سر بچه بذاریم نمیدونم چیکار، نه ببینید این که بله تو فضای خانه باید کلمات نورانی قرآن پخش بشه، این یا عامل خوب اثرگذاریه. داریم هم دیگه که خانه‌ای که درش تلاوت قرآن بشه شیطان در اون خانه راه نداره. خب ببینید یعنی اثر داره دیگه، همین خواندن قرآن داره فضای خانه رو پاکتر بالاخره و نورانی تر میکنه. مثل ستاره ها که برای اهل زمین میدرخشن، خانه ای که درش تلاوت قرآن باشه برای اهل آسمون میدرخشه. بله. ولی از ببینید گاهی اوقات خیلی خوبه اتفاقا، ولی عرض کردم نه اینکه حالا بچه‌ای که خوابه بعد مثلا هنسفری بذاریم تو گوشش، نه فضای خونه قرآن، شبکه قرآن رو باز بکنیم، تلاوت‌های قرآنی که داره انجام میشه تو خونه پخش کنیم. بچه هم هست داره شیر میخوره، بازی میکنه، بیداره، یه موقع ممکنه حتی خواب هم هست آروم این صدا باشه تو فضای خونه که بچه هم خواب مثلا بیدارش نکنه. ولی این تلاوت قرآن و نورانیت قرآن قطعا باید تو همه خانه‌های ما باشه. و من یه خواهشی که از والدین محترم دارم، پدران و مادران و بینندگان این برنامه دارم، اینه که ما این ارتباط و انس با قرآن رو مستمر تو خونه‌هامون داشته باشیم. الحمدلله الان هم دسترسی هست دیگه،
شما رادیو قرآن رو داریم، شبکه قرآن رو داریم، شبکه تلاوت رو داریم. خب خیلی شبکه‌های الان داریم که اینا قرآن رو خدمت شما عرض کنم که برای ما دارن بالاخره پخش میکنن با بهترین قرائت ها. اینا سعی کنیم تو خونه حتما یک زمانی رو اختصاص بدیم که این اتفاق به عنوان روزی اون روزمون در محیط خونه اتفاق بیفته. بله خیلی خوب. عرضم موضوع حالا من اینجا میخوام استفاده کنم، 3 دقیقه فرصت داریم سریع بگم. بعضی وقتا ما پدر مادرها اون موفقیتی که دلمون می‌خواسته بهش برسیم نرسیدیم و تو بچه‌مون میخوایم ایجاد بکنیم. نمیخوام بگم چیز بدی ها، ممکنه خوبم باشه، منتها غالبا چون دیگه دلمون میخواد حتما خودم نتونستم برای بچه‌م حتما اتفاق بیفته، یه جوری تحکمی میشه فضا. مثلا یه وقتایی ما پدر مادرها دوست می‌داشتیم خودمون حافظ قرآن باشیم، اما نتونستیم. حالا بچه‌ای که هنوز مثلا حرف زدنش شاید کامل نشده از اون ابتدا به روش‌های بعضی وقتا عجیب و غریبی تلاش می‌کنیم که خیلی زود او رو تبدیل بکنیم به یه حافظ قرآن و نمیدونم مدل‌های مختلف و نمیدونم. حالا این شما صلاح میدونی نمیدونین چه جوری؟ من ببینید یه نکته و یه نقد اینو اینجا به جامعه قرآنی دارم تو این زمینه. من به نظرم نتونستیم بشینیم دور یک میز بالاخره بگیم آقا سن شروع حفظ قرآن کی خوبه و همه ابعادش هم ببینیم، سیره اهل بیت رو ببینیم، نظام رواییمون رو بهش توجه بکنیم، ویژگی ها رو ببینیم، بزرگانمون ببینیم در این موضوعات چه نکاتی رو دارن. حضرت آقا تو این زمینه فرمایشاتی دارن. بله. من خودم تحقیق کردم دیدم ایشون از قید میکنن چه سنی بچه‌ها حفظ قرآن رو شروع کنن بهتره. من به نظرم این رو باید از حالت سلیقگی درش بیاریم، تبدیلش بکنیم به یک مدل، به یک خدمت شما روش ارائه بدیم. بله ممکنه استعداد بچه‌ها یه جایی بالا پایین تر باشه، یکی بالاخره زودتر بتونه حفظ رو شروع کنه، یکی دیرتر بتونه، حتی اینا رو ببینیم. ولی ببینیم مثلا ما این بلا تشبیه خواب میگیم آقا خواب یه ساعت آغاز مناسبی داره. الان همه کارشناسان میگن مثلا میگن ساعت تقریبا 10 شب بهترین زمان برای آغاز خواب، تعابیری هم دارن لحاظ علمی براش. ولی آیا مثلا ما اومدیم بگیم مثلا 9 سالگی بهترین سن آغازه، 10 سالگی بهتره؟ حالا بله، حالا یکی مثلا به جای 10